به نام خدا، سلام و درود. حال و احوالی این چنین. عشق به آمریکا پذیرفته شده به عنوان سرزمین آزادگان و موطن آزادگی در وجود من به قراری ریشه دار است که برای پرچم افراشته‌اش تصویر مفهومی ترسیم نموده و به غنی‌ترین شکل ممکن پرداخته‌ام، بدین عنوان که 13 نوار قرمز و سپید منضم به 50 سپید ستاره تعبیه شده در کانتون آبی رنگ تمکین از امکانات ممکن نیست، قطعیت حکم خردمندی است به تایید خداوند، و نیز هدیه‌ای تقدیم به بانوی آزادی بدین عنوان که بغض خیس و چشم تر، آه گرم سینه ردی از مشعل بانوی آزادی اثر. و البته آثاری دیگر ثبت بر اوراق دفتر مجاز. حال دریابید حال و احوال خالق چنین آثار و مالک چنین اندیشه‌ای را در حکومتی که بنیادش بر آتش زدن پرچم و شعارخواری مرگ بر آمریکا بنا نهاده شده. آنگاه به گونه‌ای آشکارا مرا می‌فهمید و درک خواهید کرد که دچار چه مشقت و مرارتی گشته و چه تاوانی بابت این تفکر پس داده و می‌دهم. باری اذیت و آزار مدام ایادی عبا و ریش و دستار، جانیان و حکومت جهل و جور و جنایت زنده آدمخوار تا بدانجا عمیق است و پیش رونده که با پوست و گوشت و استخوان تنم آن را احساس می‌کنم و نیز با سلول به سلول تنم درد و رنج و الم و تعب و زجر ناشی از آن را درک. آری با روح و روانی خسته از این همه بیدادگری، اما امیدوار به آینده‌ای روشن که احساسات شورانگیز آن از پشت همین کلمات هویدا و بر ساقه گلواژه‌ها شکفته، به شما میگویم ای لابیگران دغل کار، دستن در کار در سرتاسر جهان، که هنوز است منتفع از پول خونالود نفت با حکومت تزویر و ریا لاس میزنید و با شیخان شبیخان و ملایان دریوزه مماشات میکنید و خفه و خاموش میخواهید صدای ملت مظلوم ایران را. میگذرد حکومت آفتاب گردانی و حاکمیت جماعت جنابتی و روسیاهی برای زغال باطن شما میماند که با حکومت قاچاق و ترور و آدمربایی، خونریزی و سفاکی و آدمخواری، ددمنشی و وحشیگری و درنده‌خویی، قتل و غارت و جنایت کنار آمدید و چشم بر همه چیز بستید. اف بر شما پلشتر از ملایان که اگر حمایت شما از این قوم دغلکار نبود، رهایی از این یوغ برای ما بسیار راحتتر و کم هزینه تر می بود.